عشق می دهد. اما وقتی که حقیقتا دوست می داری بجز ارمان چیزی نمی دهد. ترانه بخشیده می شود به سرگذشت امیده. انسان ها هر گونه اند. باید به وعده و قسم همه باور کرد. انسان هایی هست که حتی در وقت گفتن دروغ آنگونه قسم می خورند که خودشان از دروغ بودن حرفشان فراموش می کنند. بعضی ها در عشق خود صادقند، اما افسوس که طرف دوم این صادق بودن ها را قدر نمی کند. ای انسان ها، فکر نکنید همیشه دوست داشتنید. وقتی یکی دوستتان داشت فکر نکنید هر کجایی که رفتید دوستتان می دارند. نه، شاید یگانه نفری باشد که تو را به قیمت جانش به چیزی و کسی عوض نکند. پس این صادق بودن ها را از امروز قدر کنید. در این ترانه حس قلب یک دختر آورده شده است که 7 سال منتظر بود، 7 سال امید بست، 7 سال باور کرد، 7 سال دوست داشت و عادت کرد، ولی باز هم آخرش بی نتیجه گشت. این حقیقت است. وقتی یکی را زیادی دوست داشتی، وقتی یکی را زیادی محبت دادی از تو می رود، زیرا باور دارد دوباره سراغش را می گیری. آن دختر گرچه تو قلبش زخم داشت، گرچه نفسی تنگ داشت، گرچه چشمانش خسته حال بود، ولی خیلی شوخ و لبخندهای زیبا داشت و با عشق از آن محبت 7 سالش حرف می زد. نفری رو دوست داشتم، عادت کردم، ولی 7 سال می شود به همه گفته هایش می کنم. اول مناسبتمون خوب بود می گوید او، اما آه سردی کشید. نمیدانم چی شده است که وقتای آخر با من مثل پیشتر نیست. شاید دوستم ندارد، شاید از عشق من خسته شده است. نمیدانم، به خدا نمیدانم. حیرانم چی کنم با این عشق نیمه روحی خود. اگر سراغش را نگیرم غرورش او را نمیگذارد تا اول او سراغ مرا گیرد. چرا در عشق غرور میگویند؟ چی ما دختران غرور و یا ناموس نداریم؟ بعضا میخواهم تماما از او دور شوم به خاطر این رفتارهایش، به خاطر این نخواستنهایش. اما باز هم فکر اون 7 سال انتظاری کشیدنم رو میکنم و نخواست به او مینویسم. ولی یک روز نه یک روز قلب و وجودم از این همه خسته خواهد شد و شایدم رها کنم این همه انتظاری کشیدنها را، زیرا به این هم میسوزم. نمیخواهم عشق مجبوری و ساخته قلب یکی باشم. نمیخواهم جای خالی یکی رو پر کنم. نمیخواهم در قلب یکی مهمون باشم. کلبه سازم که آخرش ویران شونده باشد. این رو نمیخواهم. نمیدونم او چی میخواهد و چی فکر دارد. با خسته حالی میگوید او. نمیدونم رهایش کنم و یا هنوزم منتظر استم. سخت است. وقتی منتظر نفری هستی و باور نداری که این انتظاریت نتیجه دارد یا نه. ای عزیزم، هرچند در این دنیا یک انسانی مقرری، ولی برای من یک دنیایی. پس لطفاً تنهایم نگذار که بدون تو نفس کشیدنم حتی امکان ندارد. امروزها با من آنگونه رفتار میکنی که گویا عاشقم نیستی، که این بی‌تفاوتی تو مرا میکشد. خنده هایم را نقاب اشک‌هایی کردم که بی‌تفاوتی مرا افشا میکند. به همه میگویم دیگر دوستش ندارم، دیگر برایم ارزش ندارد، دیگر در فکر و یادش نیستم. اما فقط اسم
қисмат ба гӯшам расад, ин қалби кӯчакам даруни синам бетобӣ мекунад. борҳову борҳо нафрат мекунам. хотираҳоро аз худ дур мекунам. механдам, шодӣ мекунам. аммо бо расидани шаб ҳуҷуми хотираҳо оромишамро ба ҳам мезанад. гоҳ вақт ҳама чиро фаромӯш мекунам. кӣ ҳастам? чӣ ҳастам? гӯё ишқе набуд, диле набуд, дарде набуд. вале кӣ ҳаст? чизест ки қалбамро фишор медиҳад ба номи ишқ, дард, дил. лутфан касе дарди дил кард, нагӯед фаромӯшаш кун, чун фаромӯшӣ агар осон мебуд, дарди дил намекард. инро касе дарк хоҳад кард ки ба хотираҳои яке дар ҷанг аст. ҳамоне ки ҳамеша бо ашки чашмон шуста мегардад, аммо ҳаргиз пок намешавад. поке шуд дигар хотира намешавад. хотира ки набошад, дарду дилу ишқ ҳам ба поён мерасад. эй ки рафтӣ, лутф кун, хотиротатро низ бо худат бубар. хеле гарон аст, тавони бардошташро надорам. лутф кун, дардҳоятро ҷо нагузор.